شرف مدیا تقدیم میکند. جدایی ها به من زودتر رسانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. دلم از دیده می پرسد نشانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. چو می آید به پیشم عاشقانه، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. به دور قامت سرو روانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید. از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید. دلم در آرزوها تن کشیده، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید. دلم از بند غم گردن کشیده، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید. خیال لحظه های عاشقانه. بیا عزیزم، بیا از اینجا بریم. هرچی که باید میفهمیدیم و فهمیدم. باشه. باید اون دختر رو ببینم. ملدا، پس کجاست؟ نمیدونم، لابد رفته. میدونم باید همین اطراف باشه. دستشویی. اینجا کسی نیست. این سلیت کو. اگه اینجایی بیا بیرون. اگه جرأت داری بیا بیرون. بیا. بس کن ملدا، مگه نمیبینی کسی نیست؟ باشه، آروم باش، همه چی درست میشه. فراموش نکن تو دختر محکمی هستی.
چرا این کارو با من کردی؟ چرا؟ گفته بود که یه خطای آنی بوده. چرا هنوز باهاش رابطه داره؟ اگه یکی دیگر رو دوست داره واسه چی با من بازی میکنه ها؟ بیا عزیزم. واسه چی؟ بیا جونم. بیا صورتتو بشور. باید با هارون حرف بزنم. باید ببینه که اینجا ما اونو دیدم. هارون رفته. از کارت خوشت اومد؟ حالا راضی شدی؟ دیدی با خواهرت چی کار کردی؟ دیدی با خودت چی کار کردی؟ چرا اومدم اینجا؟ چرا طاقت نمیارم نبینمش؟ آقای محترم، مادرم هر روز باید این قرص رو مصرف کنه. این داروی سرطان چطور ممکنه که حق نباشه؟ دارین، ولی سفارشمون هنوز نرسیده، واسه همین کمیاب شده. اجازه بدین با شرکتمون تماس بگیرم. ممنون میشم. بفرمایید. ممنون، مرسی. بله ادا. تولگا بیا پیشم، حالم بده. ادا چی شده؟ کجایی؟ تولگا ادا یه چیزی بگو. ادا کجایی؟ ادا صدامو میشنوی؟ ادا میگم کجایی؟ ادا هرگز اسم ما رو به زبونت نیار. مایی وجود نداره، فهمیدی؟ مجبوری همه چی رو فراموش کنی. ادا دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت.
عزیزم بس دیگه، به خودت بیا. شایدم برای آخرین بار میخواسته دختره رو ببینه. چه میدونم، لابد یه توجیهی داره. واقعا خودت اینو باور داری؟ منظورم اینه که حالا یه طرفه نباید به قاضی رفت. بگو دختر چطور بود؟ خیلی خوشگل بود؟ چه اهمیتی داره؟ به این چیزا فکر نکن. نه بگو، میخوام بدونم. تو خیلی خوشگل تری، باور کن. چی کار میکردن؟ خیلی صمیمی بودن، هم دیگر رو بغل میکردن. دختر مگه خوشت میاد خودت عذاب بدی؟ گلای خواهش میکنم بگو. نه، فقط حرف میزدن. داری دروغ میگی. از ناراحتی صورتت مثل گچ سفید شده بود. به خاطر اینکه این رفتارا در شأن هارون نبود. دختر چطوری بود؟ بگو، میخوام بدونم. وای خدا، بس دیگه ملدا. اصلا با تو قابل قیاس نبود. خدا میدونه چطوری هارونو از راه به در کرده. گلای چی کار کنم؟ چطوری از پسش بر بیام؟ تو دختر محکمی هستی، هرگز فراموش نکن. دلم میخواد هم هارون و همون دختره رو بکشم. ملدا چرند نکن. بابت همه چی ازت ممنونم. الان مامانم ما رو با هم میبینه مشکوک میشه. ملدا. بله. سعی کن با عصبانیت تصمیم نگیری. اول آروم شو، بعد فکر کن. سعی میکنم. آخ ادا، چطوری تونستی؟ چطوری؟ اول آروم شو، بعد فکر کن. اول آروم شو، بعد فکر کن. خانم اصلی، لطفاً برای سفر نروژ بلیطمو برای همین امشب رزرو کنید. وقتی اوکی شد بهم خبر بدید. ماما تویی؟ این عروسک ادا نیست؟ با این چی کار داری؟ یادت میاد وقتی بچه بود هیچ وقت اینو از خودش جدا نمی‌کرد. موقع خواب باهاش بود، موقع همون باهاش بود، موقع گردش، همیشه هیچ وقت از خودش جداش نمی‌کرد. مگه میشه یادم نباشه؟ همیشه میگفت وقتی بزرگ شدم میدمش به دخترم. ملدا، تو میدونستی مگه نه؟ چیو؟ که ادا بچه‌شو کورتاش کرده. ساکت نشو، بگو که تو هم شریک این کار اشتباه بودی. آره مامان، چی کار باید میکردم؟ باید تو همچین شرایطی خواهرمو تنها میذاشتم؟ پس اون همه زحمتی که براتون کشیدم هیچ ارزشی نداشت؟ هیچی؟ چطور تونستین با من این کارو بکنین؟ چطور تونستی؟ قلبمو شکستی. مامان تقصیر من چیه؟ اگه کاری کردم فقط برای این بوده که شما ناراحت نشین. فکر میکنی برای من راحت بود؟ حتی یه روزم نتونستم برای خودم باشم. نتونستم طوری باشم که میخوام. همش به فکر شماها بودم. حالا تقصیر منه؟ منو ببخش. منو ببخش.
گریه نکن. گریه نکن. گریه نکن. تولگا حالش چطوره؟ بهتره، به هوش اومده. خیلی ترسیدم. پس ببین من چه حالیم. متین کارتو آوردی دیگه، یکم دیگه مرخص میشه. آره آوردم. بگیر. ببین متین، محبتتو فراموش نمیکنم. چرا نگو. مهم نیست. حالا بگو داستان چی بود؟ تصادفی چیزی کرده بود؟ نه نمیدونم. فقط میدونم تو دستشویی یه کافی شاپ بیهوش پیداش کردن. اونایی که آوردنه چیزی ندیدن؟ باهاشون حرف زدی؟ حرف زدم. کسی چیزی نمیدونه. الان حالش بهتره، همین مهمه. ببین اگه بازم چیزی ازم پنهون کنی میونمون به هم میخوره. پسر تو قضیه ازدواجت هم ازم قایم کردی. ببین متین، میخوام یه چیزی بهت بگم ولی بین خودمون بمونه. قول میدی؟ دستت درد نکنه دیگه. ادا حامل است. چی؟ ای خدای من، پس به خاطر همین بود که یه دفعه اینطوری به فکر ازدواج افتادین؟ آره؟ یعنی در واقع به خاطر این نیست، یعنی اونطوری که تو فکر میکنی نیست. یعنی چی اونطوری که فکر میکنی نیست؟ پسر داری بابا میشی. بابا خیلی خوشحال شدم. ای بابا. بله ملدا جان. سلام تولگا. ببخشید نتونستم با ادا تماس بگیرم، گفتم شاید با هم باشین. نه پیش من نیست. اگه دیدیش بگو فوراً بیاد خونه. بگو که مامانم خیلی ناراحته. ملدا تو خونه اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست، بهش بگی خودش میفهمه. بهش بگی یا باشه میگم. یعنی اگه دیدمش. خدافظ. خب بالا خودتو ناراحت نکن. ببین حالش هم خوبه. ببین داشی تازه قراره بابا بشی. متین یه چیز دیگه هم هست. درسته قراره بابا بشم ولی بچه‌ای که تو شکم اداست مال من نیست. جانم گلای. خوبی ملدا؟ نگرانت شدم. مرسی عزیزم، بهترم. اما گلای میخوام بفهمم که اون دختره کی بود. کمکم میکنی پیداش کنم؟ حماقت نکن، لزومی نداره. میخوام ببینم اون چه دختریه. فکرتو درگیر این چیزا نکن عزیزم، زود بخواب. باشه پس تا فردا. تونستی با خواهر تماس بگیری؟ به دوستاش زنگ زدم اما کسی خبر نداشت. کی بوده؟ تو پسره رو میشناختی؟ کیو؟ همونی که با ادا رابطه داشته. یه پسری به اسم قارون، نمیشناسمش. ملدا خواهرتو پیدا کن، یه وقت دیوونگی نکنه. ادا جان، همونطور که گفتم باید از استرس دور باشی. این هم برای خودت هم برای بچه مهمه. استرس یکی از مهمترین دلایل سقط جنینه. باشه مواظبم. میتونی بری. ادا خانم این برگه شماست. ممنونم.
گلای دیدی؟ یکی رو سوار ماشینش کرد. باورم نمیشه. میخوام برم ببینم. نه مهدا، نمیذارم بری. نمیتونه اینطوری باش روبرو بشی. میخوای خودتو کوچیک کنی؟ ببین من خیلی فکرم درگیر این مسئله شده. قبول میدونم ادا رو خیلی دوست داری، ولی اینکه بخوای برای بچه یکی دیگه پدری کنی، تولگا این دیگه یکم زیادیه. اینجور چیزا فقط تو داستاناست، نه تو زندگی واقعی. ادا تنها واقعیت زندگیمه، باقیش دیگه مهم نیست. نمیتونم ناراحتیشو ببینم. ببین من فکر میکنم داری یکم عجله میکنی. تو خوب فکراتو کردی؟ چیزی برای فکر کردن نیست. 2 روز دیگه ازدواج میکنیم، همین. خوشبخت بشین. ادا چطوری؟ خوبم. خوشحالم که بهتری ادا. خیلی ما رو ترسوندی. بذار برسونیمت خونه یکم استراحت کنی. راستی یه چیزی، چند دقیقه پیش ملدا زنگ زد، خیلی نگرانت بود. گفت بهت بگم مامانت خیلی ناراحته، زود بری خونه. حالا بریم. بابا من سفر نروژ رو 2 روز انداختم جلوتر. میخوام فوراً حرکت کنم. که اینطور؟ ولی فردا ملدا باشون جلسه مهمی داره. خودم شخصا هماهنگ کردم. ملدا نمیاد پدر، من تنهایی میرم. یعنی چی که نمیاد؟ گفته بودم با هم بریم. این برای ملدا تجربه بسیار مهمیه. حق با شماست پدر، ولی من میخوام هر چه زودتر برم و این مسئله رو حل کنم. یعنی به حرف پدرت گوش نمیدی؟ نه پدرم، این چه حرفیه؟ فقط برنامه‌ریزی کاری اینجوری ایجاب کرد. باشه خودت میدونی. انشالله روزی نرسه که نیاز باشه اینا رو بهت یادآوری کنم. نگران نباش پدر، به امید دیگر. به سلامت پسرم. سفرت بخیر. سفر خوبی داشته باشین آقا. الو بطوف، اگه خونه ای میخوام بیام میشید. ادا بهتری؟ چرا گفتی از تاکسی زودتر پیاده شیم؟ خب تو خونه میرفتیم باش. خواستم یکم هوا بخورم. تو داری به خاطر من از زندگی خودت میگذری تولگا. فکر میکنم در حقت خیلی بد کردم. ببین ادا، هیچ وقت اینطوری فکر نکن، هیچ وقت. وقتی بچه به دنیا اومد میگم که چه خوب که کنار ادا بودم، چه خوب که دستشو ول نکردم، چه خوب که این کارو کردم. تو فقط به فردا فکر کن، همه چی درست میشه. باور کن، به من اعتماد کن. بهت اعتماد دارم. بریم. بالاخره برگشت. هارون پسرم، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. خوش باشین. بیاین تو. بیا عزیزم. فکر کردم اداست، ببخشید. سلام ملدا. سلام عزیزم. خیلی خوب شد اومدین. میخواستیم الان غذا بخوریم. صبر میکنید دیگه نه؟ متشکرم، ولی فرصت ندارم چون که پرواز دارم. پرواز؟ آره، اومده بودم برای خداحافظی.
خب پس به سلامتی. سفر خوشی داشته باشی پسرم. من تنهاتون میذارم. متشکرم. کجا میری؟ نروژ. قرار بود که پس فردا بری. چیزی شده؟ آره ملدا، خواستم یه چند روزی زودتر برم. این اواخر هممون یکم آشفتیم. نیاز داریم یکم دور باشیم. از چی دور باشی؟ از من؟ نه ملدا، منظورم شرکت بود. اتفاقای اخیر هممونو خسته کرد. تو منو مقصر میدونی؟ نه اینطوری نیست. من فقط نخواستم ازت تلفنی خداحافظی کنم. خودتو ناراحت نکن. همه چی درست میشه. فراموش نکن که برام مهمی. خدا نگهدارت ملدا. مراقب خودت باش. به سلامت. خداحافظ. من از موتور سر در نمیارم ها. بزرگترین استاد مکانیکی تاریخم من، کرم جلر. از موتور سر در نمیاره. اگر اینم ببندم که بسته. تمامه. خیلی خوب. حالا استارت میزنیم ها. همینه. به همین سادگی. حالا هر کی بهتر از من برده بیاد جلو. حالا نگفتم که به این سرعت بیاد. بعدنم اگه میمد اشکالی نداشت. یادت نره ماشین رو تمیز کنی. چشم بابا، تمیزش میکنم. بجا منتظرم. زود باش که نهار رو از دست ندی. حرف بهم خورده؟ بهتره بگیم پاداش. بابا جونم قربونت. باشه 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 دیگه. بجا زود باش تمیزش کن. باشه بابا باشه. بذار برم دستمال بیارم. ادا واقعا بدون تو نمیتونم. دیگه بدون تو نمیتونم. ما میتونیم کنار هم خوشبخت باشیم. چرا این کارو با من کردی؟ چرا؟ گفته بود که یه خطای آنی بوده. چرا هنوزم باهاش رابطه داره؟ اگه یکی دیگر رو دوست داره واسه چی با من بازی میکنه؟ ادا دخترم این وقت روز کجا میری؟ من میرم پیش سوالی و چیزی ازش بگیرم. فردا میگیری، چه عجله‌ایه؟ بیا تو. به منتظر چی؟ بیا دیگه. خدا سالادو ببین. این چه قیافه ایه؟ یکم بخم مثل روح شدی. مگه عاشقی؟ بجم دستاتو به شورکرم. خیلی نوکرم. ملدا، ترکان، بس شما کجایی؟ اومدم جمیل. من اینجا.
چرا خشکتون زده؟ مردیم از گشتگی. مگه نه اوستا کرم؟ من شاکرم بابا. مامان دیگه متوجه باشین من برگشتم. یعنی دیگه نیازی نیست که انقدر دلتنگی کنی. من الان غذا رو گرم میکنم. دخترم برو به مادرت کمک کن. ملدا تو نه دخترم بیا. فرصت نشد راجع به عقب افتادن نامزدیتون مفصل صحبت کنیم. ببین اگه کوچکترین مسئله‌ای هست میخوام که بدونم. نه بابا چیزی نیست. یکم سرمون شلوغه. هارونم مجبور شد امروز با عجله بره نروژ. بیا روبروی خودم بشین اوستا کرم. بیا. به جون خودم نوکرم. مامان بذار کمکت کنم. داره خون میاد. اینو بذار روش. خیلی دردت اومد؟ مهم نیست مامان، دردم نیومد. ادا مگه من طاقتشو دارم؟ نمیتونم ببینم یه تار مو از سرت کم بشه. طاقت ناراحتی تو ندارم. وقتی یه قطره اشک میریزی من دلم خون میشه. دلم میسوزه، باور کن. مامان جون معذرت میخوام. منو ببخش، همه چی درست میشه. بهت قول میدم بعد از این دیگه هرگز ناراحتت نمی کنم، باور کن. من مثل تخم چشام از شما مراقبت کردم. برای اینکه زندگی خوبی داشته باشین زندگی خودم رو فدا کردم. ادا من کجا اشتباه کردم؟ تو به هم بگو. هیچ جا مامان، تو تقصیری نداری. تو رو خدا اینطوری نگو. تو بهترین مامان دنیایی. خیلی خوب دیگه بسته، باباتون گرسنه. زود باشین سفره رو ببرین. زود باشین دیگه. بابا مامانم داره آماده میشه. دارین میرین بیرون؟ آره میریم هواخوری، زود برمیگردم. برای مامانت خیلی خوبه. بابا این اصلا فکر خوبی نیست. استراحت کنه براش بهتره. یکم فکر کن آخه. به این اتفاقایی که افتاده یکم فکر کن بابا. حالا اگه من بگم شما باز عصبانی میشی، ولی وضعیت مامان رفته رفته بدتر میشه. بابا اگه پلیس نمیتونه سینم رو پیدا کنه ما باید چی کار میکردیم؟ بهتره حتی اگه نخوای من بره یه جایی که بهتر ازش گوش کن. اگه یه بار دیگه در این مورد بحث کنی فراموش میکنم که پدرتم. بابا من فقط به خاطر مامان میگم. حرف نزن. اگه واقعا به فکر مادرتی و میخوای بهش لطف کنی نباید این حرفو بزنی. مجبوری ازش مراقبت کنی. اینو فراموش نکن. عصبانی نشو. تو اینجا بودی؟ گفتم چیزی بهش نگو. به کی؟ به دخترم. اون حق داره. من دیگه دارم به اطرافیانم آسیب میرسونم. تا بدتر از این نشدم بذار برم. مگه چی میشه؟ چی میگی سعادت؟ مگه میشه؟ مگه من میتونم از تو جداشم؟ جای تو اینجاست. اینجاست تو قلبم. هیچ کس زورش نمیرسه که تو رو از اینجا بکنه و بیرون کنه. خب اگه یه روزی تو رو هم فراموش کنم چی؟ اگه تو هم فراموش کنی دلت فراموش نمیکنه. I'd be happy to see you here. I would too, but something came up, and I had changed my plan. I understand. The most important issue to solve our problem, and we did. Thank you for your understanding. Have a good night, mister. Good night to you too, Mr. Arslanli.
Have a good night Mr. Carlson. خب تعریف کن. حالا همه فکر میکنن تو رفتی نروژ، درسته؟ ها؟ برای چی رفتی نروژ؟ چرا با من این کارا رو کردی هارون؟ زنگ بزنم؟ نه نباید بهش زنگ بزنم. نیاز دارم یکم دور باشم. از چی دور باشی؟ از من؟ اینجا کسی نیست. پس این سلیته کجا رفته؟ اگه اینجایی بیا بیرون. اگه جرأت داری بیا بیرون. بیا. بس کن ملدا. مگه نمیبینی کسی نیست؟ ادا. بله آبجی. میخوای بخوابی؟ نه. میای اینجا یکم حرف بزنیم؟ باشه آبجی. اوه قیافه رو. این یعنی من مجبورم چند روز این قیافه بدعنق رو تحمل کنم. اگه نمیخوای برم هتل. دیگه شوخی هم سرت نمیشه ها. اینا رو ول کن، خیلی جدی جوابمو بده. ملدا یا ادا؟ از دست کدومشون در رفتی و اینجا قایم شدی؟ از دست کسی در نرفتم. فقط نیاز دارم کمی فکر کنم همین. خب به کی میخوای فکر کنی؟ ملدا یا خواهرش؟ حالت خوبه؟ بچه که بودیم چه نقشه هایی برای عروسیمون میکشیدیم. قرار بود دنباله لباسمو تو بگیری و منم مال تو رو. یادمه تو دوست داشتی دنباله لباست خیلی بلند باشه، 100 متر. تو هم میگفتی با شخصیت کارتونی شاهزاده تری ازدواج میکنی. از مدرسه تا خونه میدویدی که بیایی اونو تماشا کنی. اصلا هم اینطور نبود. انکار نکن. اون پرنسس خیالی ما دوتا بود. یه شاهزاده سر به هوا. تو هم ازش خوشت میومد؟ تو حالا نگفته بودی؟ چون میدونستم واقعی نیست نگفتم. من نمیدونستم. ولی هر چیزیه که واقعی میدونستم خیال بود. ولی هر چیزیو که لمس میکنم میبینم. مثل شن و ماسه که از لای انگشتام میریزه. نگو که هیچ وقت نمیدونستم که چی واقعیته و چی خیال. دیدی توی فیلم شاهزاده دلاور دختر توی قصه رو از دست دیو نجات میده؟ به نظرم تولگام همون پرنسس توه. شاید. تو داری پرنسس تو پیدا میکنی و من دارم از دستش میدم. یعنی چی که از دستش میدم؟ چرا باید از دست بدیش؟ هارون دوست داره. هارون ترکم میکنه ادا. چی؟ تو زندگیش یه دختر دیگه ای هم هست. نه آبجی امکان نداره، اشتباه میکنی. هست. نزدیک بود با چشای خودم ببینمش، اما گولایی دیدش. دختره رو سوار ماشینش کرد و بعدش هم با هم رفتن کافی شاپ.
نه آبجی، داری اشتباه میکنی. اون تو رو ترک نمیکنه. حالا میبینی. وقتی تو از قارون جدا شدی و اونطوری به هم ریختی، من درکت نکرده بودم. نگو خیلی درد داشته، خیلی. من چی کار کنم؟ بدون اون چطوری طاقت بیارم؟ مطمئن باش بدون اون نمیمونی آبجی. تازه تو قوی ترین دختری هستی که من میشناسم. همه من دختر قوی و محکمی میدونن، ولی نیستم. اصلا اینطوری نیستم. فقط همیشه سعی داشتم که اینطوری وانمود کنم، اما به خدا عشقم داره روز به روز ازم دور میشه. منم کاری ازم بر نمیاد. آخرشم جدا میشیم. نه آبجی، جدا نمیشی. ناراحت نباشی، اینطوری نمیشه. ادا، من هارون خیلی دوست دارم. خیالت مثل جواهریه که به شب‌های تموم نشدنی آویزونه. وقتی نمیتونم ببینمت دیگه هر روز برام با شب هیچ فرقی نداره. افکارم بعد از این نه به تو آرامش میده و نه به خودم. در حالی که وقتی میگی همه چی رو فراموش کن، چه راحت خنجری که توی دستت رو توی قلبم فرو میکنی. معصومیت بچگانه چی شد؟ ادا، تو چقدر ظالمی، چقدر. حرفای تلخت چشمامو به شبای تاریک متصل کرد. من معصومیتمو توی بطری شیشه‌ای جا دادم و پرتش کردم توی دریای دور. شاید یه روزی این بطری به یه صخره‌ای بخوره و به سمت تو برگرده. فرشته بیگناه من، وقتی این روز برسه و تو چشمتو به این زندگی باز کنی، امیدوارم که منو ببخشی. حتی اگه زندگی بدون پدرتو بهت بدم، توی خمیر مایت عشق هست. قدرت عشق ازت محافظت میکنه. من اینو باور دارم، تو هم باور کن. اینطوری بهتر از اینه که به یه بی احساس بگی بابا. رویاهای بچگانم، خیالات معصومانم، با واقعیتی که روز به روز داره بزرگتر میشه، همشون نابود شدن. چقدر به هوشم مغرور بودم. سخت‌ترین معادلات تو مغزم حل میشد. اگه کتابایی که تا الان خونده بودم و رو میز میذاشتم، به بلندی کوه میشد. حالا چیزایی که حفظ کرده بودم به دردم خورد. دختر، فرمول خیانت چیه؟ اینطوری باید میفهمیدم که ظالمانه ترین علم با این همه رنج به دست میاد. انگار دیگه تو مغزم خونی نیست. اما این خیانت مثل یه قبار روی این زخمو میپوشونه. وای که دلم داره آتیش میگیره. فقط یه کموده کتکم بزنه. باشه، مادر منم هست، ولی اینم یه واقعیته. براک اگه لازم باشه میرم یه خونه دیگه. عزیزم فراموش نکن، بابات اجازه نمیده، اینو که خوب میدونی. اون دوست داره که خانواده‌اش زیر پر و بالش باشن. تو هم که اصلا از این وضعیت بدت نمیاد. خدای نکرده ممکن بود بلایی سر سینم بیاد. برای همین میترسم. اینو بفهم. این چیه؟ چیه؟ پشت چی شده؟ پشتم؟ نمیدونم. آها خاروندمش. ببین چی کار کردم. خودم هم نفهمیدم چی کار کردم. پس زیاد
خاموشش کرده. ادا بیدار شو. خوبی عزیزم؟ داشتی کابوس میدیدی؟ صدای جیغ تو اتاقم میومد. خیلی وحشتناک بود. تقصیر منه. مشکلاتت کم بود، من فکرتو با هارون درگیر کردم. چه ربطی داره؟ آخه همش داد میزدی هارون. حتما اشتباه شنیدی. به خاطر من از اون متنفر نشو. مامان چطور شدم؟ ببینمت. خیلی خوش تیپی. اینا رو بگیر پسرم. اینا چیه مامان؟ چیز ناقابلیه. برای روز مبادا نگه داشته بودم. پیشت باشه. شاید بخوای برای ادا حلقه بخری. مامان جون ببین، اینا مال تو هن. من نمیتونم قبول کنم. این چه حرفیه پسرم؟ هر چی که مال منه مال تو هم هست. بگی دیگه. عزیزم پاشو دیگه، بسه. بلند شو، لباست چروک میشه. باشه. بابا هارون زنگ زد. جلسش چطور بود؟ تونسته اوضاع رو بهتر کنه؟ اگه هارونه که حلش میکنه، نگران نباش. بیا عزیزم بخور، مربای توت فرنگیه. سینم دهنتو باز کن عزیزم، بخور دیگه، بخور. مامان بزرگ دیگه دوست ندارم. تو اونجا منو تک و تنها ول کردی. دیگه با مامان بزرگت اینجوری حرف نزن. باشه ولی همه شاهد باشین، همتون. من دیگه مامان بزرگو دوست ندارم. سینا دخترم سعادت عیب نداره، ناراحت نشو، اون بچه هست. مامان خب تو که هیچی نخوردی؟ پسر من تا حالا تو زندگیم واسه هیچ که صبحونه آماده نکردم، قدرشو بدون. خب تو اولین روز سفر نروژ میخوای چیکار کنی؟ هیچ. هر چی باشه نظر خودت مهمه. ولی من نمیفهمم تو چرا از این بچه کوچولو دست بر نمیداری؟ تازه میگی داره ازدواج میکنه. راستی مراسمش کیه؟ نمیدونم، ولی میدونم که عجله داره. پس داری به چی فکر میکنی پسر؟ به اینکه نمیتونه ازدواج کنه. چرا نمیتونه ازدواج کنه؟ چون که منو دوست داره. در واقع تو اونو دوست داری. نمیدونم با تو، انرژیش خیلی متفاوته. چجوری بگم؟ پر از انرژیه، پر از هیجانه، یه حالتی داره که بهم آرامش میده. اگه باهاش آشنا نشده بودم برای ازدواج با ملدا یه لحظه هم تردید نمی‌کردم. ملدا دختر خیلی خوبیه، ولی چی؟ دختری مثل اون نمیتونی پیدا کنی. میدونم، ولی همیشه یه حالت غمگین داره. قبلا خیلی خوشم میومد، خیلی برام جالب بود، ولی انگار ادا روحیه منو تغییر داد. هارون خیلی عوض شده، دیگه نمیشناسمش. چرا سفر کاریش جلو انداخته؟ چیزی بهت نگفت؟ گفت که مشکلات شرکت خستش کرده، میخواست یکم تنها باشه. هر کی باشه خسته میشه. منظورت از این حرف چیه؟ هیچی، منظورم اینه که کاری که در حقت کرده رو نمیتونه هضم کنه.
اگه با اون دختره رفته باشه چی؟ نه بابا، عقلم به جایی قد نمیده. یه عالم کار ریخته رو سرم ولی فکرم کار نمیکنه. ادا چی کار میکنه؟ خونه است؟ خونه بود. چطور؟ هیچی. آخه میگفتی این اواخر اصلا حالش خوب نیست، واسه همین پرسیدم. اونم از یه طرف. والا به خدا نمیدونم به درد خودم بسوزم یا به درد اون. خب چی بگم والا؟ حالا تو فعلا نمیخواد قصه اونو بخوری، تو الان به موضوع خودت فکر کن. اونی که مهمه تویی. به خاطر خودت زندگی کن عزیزم. مثلا برو آرایشگاه، مدل موهاتو عوض کن، یه آرایش متفاوت بکن، چه میدونم رژیم بگیر و ورزش. میخوای چی بگی؟ خیلی واضح دارم میگم. یکم خودتو تغییر بده. یه کاری کن وقتی هارون از سفر برگشت نتونه چش ازت برداره. اون منو همینطوری دوست داره. یعنی دوست داشت. به حرفم گوش کن. میخوای میدونو براش خالی کنی؟ بدون اینکه مبارزه کنی میدونو خالی نکن. ما مبارزه میکنیم، بدون مبارزه هم کنار نمیریم. من این حقو ندارم که ملا رو ناراحت کنم. اون نباید عذاب بکشه. این دختر به قدری معصومه که پس اگه اینطوره زودتر باش ازدواج کن. ادارم فراموش کن، بذار هر کاری میخواد بکنه، اونم فراموشت میکنه. فکر اینکه با یکی دیگه بخوابه، هر روز صبح به یکی دیگه لبخند بزنه، فکر اینکه انرژی و هیجانشو صرف یکی دیگه بکنه، دیوونم میکنه. با تو چطوری ولش کنم؟ در ضمن به خاطر من مجبور شد بچه‌شو سخت کنه. شبا همش خوابشو میبینم، عقلم از سرم پریده. پس با ادا ازدواج کن. ای بابا، خب باید تصمیمتو بگیری. باور کن کارت خیلی سخته. قارون جون اصلا دلم نمیخواد جای تو باشم. به من نگو قارون. قارون دیگه مرد. قارون مرد. باشه، حق داری، دیگه نمیگم. خب دیگه من دارم میرم. اگه ماشین لازم داشتی سویچو واسط گذاشتم. به به، نوش جونت. مرسی. میخوای واسط بگیرم؟ نه نمیخورم. قراره برای یه کار برم جای. دعا کن که بشه. ایشالله که میشه. بگیر. پسر اینا دیگه چی؟ اینا رو بگیر. به خاطر دیروز که تو کلینیک از کارتت استفاده کردیم. پسر مگه من نزول خورم؟ گاهی وقتا رکورد مسخره بازی تو میشکنی ها. تو اصلا واسه چی به این چیزا فکر میکنی؟ نگران نباش، من خودم حلش میکنم. تازه اونی که فردا داره عروسی میکنه تویی. ریلکس باش. باز چی شده؟ باید هر چی زودتر کار پیدا کنم. هر جا بگی فرم استخدام پر کردم ولی هیچ خبری نیست. فکر میکنی ملدا بتونه برات کاری کنه؟ چه میدونم، اگه بکنه که دیگه محشره. بگذاریم، من میرم. میبینمت. بحث برای دیگرون زندگی کردن. یه خورده برای خودت زندگی کن. یکم خودتو تغییر بده. یه کاری کن وقتی هارون از سفر برگشت نتونه چش ازت برداره. تغییر میکنم. به خاطر عشقم تغییر میکنم. من از دستش نمیدم. مامان جانم.
یه چیزی باید بهت بگم. اون در رو باز میکنی دخترم؟ آبجی گولای، میبینم جرأت نداری جواب تلفنامو بدی. گولای اونطوری که تو فکر میکنی نیست. راستش خیلی مشتاقم ببینم چطوری میخوای توجیه کنی. مامانم خونه است، نمیشه. پس کیفتو بردار و بیا بیرون صحبت میکنی. باشه، منتظرم باش. ماما، گولایی اومده. میخوایم با هم بریم بیرون چایی بخوریم. این دیگه از کجا پیدا شد؟ نمیدونم، شاید از چیزی ناراحته. آبجی ملدام که این روزا خیلی تو خودشه. باشه، ولی دیر بر نگردی. باشه، دیر نمی کنم. بریم یه جایی خلوت. باشه. تعریف کن ببینم. گوش میکنم. تو واسه چی پیش هارون بودی؟ از کی یواشکی همدیگر رو میبینی؟ اینطور که فکر میکنی نیست. فقط داشتیم راجع به یه موضوعی دروغ نکن. دیدم چجوری بهش نگاه میکردی. نکنه دختری که تو آوا باش بوده تو بودی؟ نه ادا، به من دروغ نگو. هارون کسی نیست که هر کسی جلو سبز شه باهاش باشه. اون تو بودی؟ گولایی به خدا اینطوری نیست. ادا راستشو به هم بگو، وگرنه همین الان میرم و به خواهرت میگم. نه تو رو خدا نابود میشه. باشه من بودم، ولی قسم میخورم نمیدونستم. باور کن راست میگم. من با یکی به اسم قارون آشنا شدم. برای آبجی ملدام تعریف کرده بودم که با یه نفر آشنا شدم و میبینمش. همه چیو گفته بودم. چه ربطی به قارون داره؟ اسم مستعار هارون بود گولای. تو دوران مدرسه دوستاش قارون صداش میکردم. روزی که باهاش آشنا شدم دوستش پیشش بود و قارون صداش کرد. بعدش هم همینطوری ادامه پیدا کرد. قسم میخورم راست میگم. پس چرا وقتی کنار خواهر دیدیش هیچی نگفتی؟ فکر میکنی راحته؟ اگه راحته خودت بهش بگو. پس چرا هنوز باهاشی ادا؟ خجالت نمیکشی؟ گفتم که دیگه ما هم دیگه رو نمیبینیم. اون روزم رفته بودم راجع به یه موضوعی باهاش حرف بزنم. به خاطر تو زندگی خواهر داره نابود میشه. متوجهی؟ هارون نامزدی عقب انداخته. الانم در رفته بتونه فکر کنه. چطور اجازه میدی این کارا رو بکنه؟ تقصیر من نیست. پس تقصیر کیه؟ من بودم که با اون چش تو چش و دست تو دست بودم؟ اشتباه فهمیدی. ما چشم تو چشم و دست تو دست نبودیم. ازش متنفرم، میفهمی؟ اون روزم همینو بهش گفتم. وقتی هم از سر میز بلند شدم برم شما رو دیدم. من خوب میدونم که چی دیدم. اونی که چشمام دیده باور میکنم. خیلی وقیحی به خدا. تو به حرفای من گوش نمیدی. ادا صبر کن. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم که بیشتر از این تأخیرم کنی. فکر اینو قبل از این که به خواهرت خیانت بکنی میکردی؟ من به خواهرم خیانت نکردم. گفتم که نمیدونستم. چند بار دیگه باید تکرار کنم. من به هیچ کس خیانت نکردم، هرگز. باشه، فهمیدم. پس تو هم به من بفهمون. ادا حق نداری با زندگی خواهرت بازی کنی. اگه شما رو تو اون حال میدید چی میشد؟ چی کار میخواستی بکنی؟ این که من تو چه حالیم برات مهم نیست؟ من حتی به خاطر اینکه خواهرم خوشبخت باشه مرگ و بجون دیدم چی کارا کردی. بسه دیگه، بسه. این تقصیر من نیست. هر طور دوست داری فکر کن، برام مهم نیست.
اون دختر رو پیدا میکنم. بالاخره میفهمم اون کیه. دیروز به خاطر شما مربی هممونو تنبیه کرد. تولگا به نظر تو این کارتون بی‌مسئولیتی نیست؟ در ضمن تا نمایشم که چیزی نمونده. باشه سوال بی خیال، نمایش ول کن. من خودم کلی مشکل دارم. هنوزم کار پیدا نکردم. فردا روز عروسیمونه ولی هیچی آماده نیست. حتی نتونستم برای یه عده حلقه بخرم. من نمیفهمم. کسی که بخواد با عشقش ازدواج کنه کلی هیجان زده میشه، چشاش برق میزنه، چه میدونم از خوشحالی بال در میاره. ولی ببخشید من هیچ کدوم از این حالتها رو تو ادا نمیبینم. تازه شما واسه چی اینقدر عجله دارین؟ انگار مجبورتون کردن. سلام. خوش اومدی ادا. تو خوبی؟ خوبم. مگه تو برای کار قرار نداشتی؟ رفتم ولی وقتی سوال گفت که باید با مربی صحبت کنیم اومدم اینجا. تازه به نظرم مهم نیست، بعدنم میتونیم بریم. هرچی تو بگی. نه یعنی بگذاریم. حالت خوبه؟ به جنب بیا بریم، کلی کار داریم. سوال ما دیگه میریم. میبینمت سوال. سلام. باز من اومدم. سلام. با هارون حرف زدی؟ میدونی کدوم هتل رفته؟ یه دفعه این چه سوالیه میپرسی؟ نمیدونم. جرأتشو ندارم زنگ بزنم. ترسیدم با هم سرد حرف بزنه. وا
عزیزم چرا باید سرد حرف بزنه؟ مگه خودش نیومد در خونتون برای خدافزی؟ چرا همینطوره ولی خب پس چی؟ ببین اون میترسه تو رو از دست بده. تو از کجا میدونی؟ من تو این کارا بیشتر از تو تجربه دارم. تازه اگه نمیترسید که تو ولش کنی خیلی وقت پیش حلقه رو پس میداد. احساس میکنم اینجا نیستم. انگار اصلا وجود ندارم. حتی نمیتونم نفس بکشم. داری چی کار میکنی؟ بس دیگه به خودت بیا. ببین تو الان تو شوکی. باور کن هارون کسی نیست که بتونه 2 زن رو با هم اداره کنه. دیگه رفتار احمقانه نکن. یکم با خودت مهربون باش. میخوای طوری رفتار کنم که انگار هیچی نشده؟ نه، به خودت یکم تکون بده. تلاش کن. هارون مال توه. اینو تو مخت فرو کن و اونو پس بگیر. باورم نمیشه از کجا گیر آوردی؟ تو چیزی رو بخوای زیر سنگم باشه پیداش میکنی. تو محشری. چی شد؟ پرید تو گلو؟ نه خیلی خوشمزه است. ممنونم. چطور یادم رفت؟ چیه؟ خیلی مهمه. بیا. چی؟ بیا بریم خودت میبینی حالا. بیا. خیلی گرمه. تشنمه. آره. اگه بخوای من مهمونت کنم چی میخوری؟ ممنونم. نوش جون قابلی نداشت. یعنی چیزی نبود که یعنی دمت گرم. ممنون. چیزه من این قطعه تا آخر عمر نگه میدارم. اصلا میندازمش گردنم. کجا میری؟ بفرما استاد. سلام بابا. شما از کجا پیداتون شد؟ بیا عزیزای من، خوشگلای من، عزیزم. بچه ها وایسین اونور. تو اینجا چه کار داری؟ و چرا اومدی اینجا؟ بابا اجازه بده دستتو ببوسم. فردارم میارم اونم دستتو ببوسه. من دختری که به حرف پدرش گوش نده ندارم. دامادی مثل تو هم اصلا ندارم. که اینطور؟ یعنی ما دیگه اخی شدیم؟ هرچی باشه نوک میاد به بازار کهنه میشه دلازار. چی داری میگی؟ ادب نداری؟ پدر جان دیگه خواب نوهاتو ببینیم. بچه ها را بیفتین.
داری منو تهدید میکنی؟ هر جور دوست داری فکر کن. وقتی مادرشونو نمیخوای بچه هاشو واسه چی میخوای؟ بچه ها را بیافتین. لعنت به اون ذات من! لعنتی! لعنتی! فردام عزیزم دخترم خوبی؟ خوبم مامان جون، هیچی نشده. بلالم با بچه ها رفته پیش بابام، رفتن دستبوسیش. آخ خدا رو شکر. گوش میکنی این دفعه واقعا عوض شده نه؟ تا ببینیم بابام چی میگه. خیلی خوب بیا تو. چرا دم در وایسادی؟ برو. فردا نرو تو، یه راست میریم خونه. باشه مامان، یه وقت دیگه میام. فردا ناراحت نشو، برای هیچی ناراحت نباش. چقدر کوتاهش کنم؟ تا اینجا. میخوام حسابی کوتاه بشه. نه شما کمی پایینشو کوتاه بلند بزنین بسه. باشه همینطوری که دوستم میگه. باشه. با کانال ابونه شوید و نوارهای نو رو انتظار شوید. شرف مدیا تقدیم میکند. سوال واسا نبند وایسا. تولگا بگو ببینم چی شده. میدونی که فردا روز بزرگیه. از پولم یه مقدار زیاد اومد. میخوام این لباسو برای ادا بخرم. برای عروسیمون خوبه مگه نه؟ از این سایز ادا رو داری دیگه ها؟ آره یا نه؟ سوال چی شده؟ خوبی؟ تولگا داری اشتباه بزرگی میکنی. تو نمیتونی با ادا ازدواج کنی. چی میگی؟ اون دوست نداره. مگه نمیبینی؟ هیچ وقتم دوست نخواهد داشت. افکار تو برای خودت نگه دار سوال. مجبور نیستی تا این حد دل آدمو بشکنی. من دل تو بشکنم؟ من از ناراحتی تو میترسم. میخوای عذاب بکشی؟ سوال بس دیگه حتی تحملم نداری حرفامو گوش کنی. آره مگه من بد تو میخوام؟ ادا حتی متوجه نیست که داره با تو چی کار میکنه.
اون آنی تصمیم میگیره تولگا. اشتباه میکنی سوال. هیچی اونطوری که به نظر میاد نیست. من خوب میدونم که عشق یه طرفه چه عذابی داره. تولگا تو نمیدونی این کارو نکن. ببین، تو نگران من نباش. خودتو اصلا ناراحت نکن. همه چی درست میشه. باشه؟ امروز صبح میخواستی یه چیزی به هم بگی، اما بعدش گلای اومد و رفتی. چی میخواستی بگی؟ شاید مهم نبوده مامان، یادم نمیاد. چطور شدم؟ مامان، ادا ماه شدی دخترم. موهاتم کوتاه کردی، خیلی خوشگل‌تر شدی. وای وای وای، چه تیکه شدی. واسه کی خوشگل کردی انقدر ها؟ هارون حسودیش نشه. بس دیگه این حرفا رو نزن، حتما هارون ازش خواسته. نه بابا، چه ربطی داره؟ خودم دلم خواست همینطوری. اینه. هر بار که اداره کنار اون پسره میبینم انگار یه چیزی از تو قلبم کنده میشه. میخوام برم کنارشو بگم که تو فقط مال منی، نمیتونی مال کس دیگه ای باشی. بعد جوری گیر افتادی پسر. اگه ملدا نبود یه لحظه هم تردید نمیکردم، ولی نمیتونم باهاش این کارو بکنم. نمیتونم، لعنتی نمیتونم. کمکت کنم؟ نه، خودم انجام میدم. امروز با گولای رفته بودیم بیرون. آی مواظب باش، من میبرمش. نمیخواد. راجع به من صحبت کردین آره؟ که نباید خودمو ببازم و اینا. آره. گولای دختر خیلی خوبیه، به خاطر من خودشو تو دردسر میندازه. اگه الان خوبم فقط به لطف اونه. راجع به موهام چیزی نگفتی؟ نکنه خوشت نیومد؟ چرا؟ خوشم اومد، خوشگل شدی. چی شد یهو این کارو کردی؟ گولای به زور دستمو گرفت برد آرایشگاه. هارونو دو دستی به اون دختره نمیدم. برای عشقم میجنگم، اون مال منه. ببین، این حلقه رو اون بهم داد، میفهمی؟ من راهو برای اون باز نمیکنم. ادا از این به بعد یه ملدای دیگه میشم. حالا میبینی کاری میکنم که هارون اون دختره رو واسه یه همیشه فراموش کنه. کاشونو میدیدم ولی نمیتونه قصر در بره. اگه گیرش نیارم و حسابش نرسم ملدا نیستم. اگه یه روزی ببینیش چی بهش میگی ها؟ میگم تو اصلا شرف و ناموس و وجدان نداری؟ فکر میکنی میتونی رو آشیونه این مردم خونه بسازی؟ اگه از هارون دست بر نداری خودم میکشمت. اون مال منه، به تو نمیدم. باشه آبجی، آروم باش. چطوره؟ خوبه؟
وای اگه گیرم بیاد چیا که بهش نمیگم. ممنونم. امروز بلال اومده بوده دستبوسه، چرا تعریف نمی کنی؟ بگو دیگه منم بدونم. چیزی برای تعریف کردن نیست. تهدیدم کرد، بی شرف. گفت بچه ها رو نمیذاره ببینی. ای بابا مگه میشه همچین کاری بکنه؟ جمیل خب تو هم یکم باهاش راه می اومدی. مگه چی میشد؟ به خاطر فردا. ترکان دیگه چیزی از اون به هم نگو. یا باید کنار پدرش باشه یا کنار اون بی شرف. راه دیگه ای هم نداره. فهمیدی؟ انگشترتو بیار ببینم. برای اینکه عادت کنم از الان دستم کردم. چطوره؟ خیلی خوشگله. خب پسرم کی میریم خواستگاری؟ هیچ چیزی نمیگی؟ خواستگاری؟ ببین مامان نیازی به این کاره الکی نیست. ای وای مگه میشه؟ هر کاری رسم و رسوم خودشو داره. ادا گفته که یکم صبر میکنیم. بشین من خودم میرم. اوه یه خبر خوب برات دارم. بازم خوش شانسی. چی شده پسر؟ زودتر بگو ببینم. رئیس دوباره خواسته بیای سر کار. پسر مامانم نمیدونه که اخراج شدم. ای بابا یعنی شنید؟ نه نشنیده، تو اتاقه. خب جدی میگی؟ به خدا راست میگم. داره کارشو توسعه میده. 2 تا شعبه دیگه قراره بزنه. رئیس خودش سراغتو گرفت. تو شعبه جدید کارتو شروع میکنی. منم میام اونجا. نه بابا پسر این خبر عالیه. باور کن یه بار سنگینی رو از دوشم برداشتی. بیا تو کفشاتو درار. زود باش. بیا بیا مامان ببین کی اومده. سلام. چطوری؟ خاله مسعوده. خوبم پسرم، تو چطوری؟ خوبم خدا رو شکر. خوش اومدی. صبر کن برم برات میوه بیارم. زحمت نکشین. وای چه زحمتی. این چه حرفیه میزنی؟ پسر چقدر خوب شد که برمیگردم. آره راستی فردا باشه عروسیتون. مامانم هیچی نمیدونه. نه بابا به اونم نگفتی؟ چی کار کنم؟ دکتر گفته نباید هیجان زده بشه. راستی عروسی میای دیگه ها؟ ببین برای افتتاح شعبه جدید یه سری کارا مونده واسه فردا. رئیس خواهش کرده که برم، همش مونده. خودتو ناراحت نکن. بعدن یه جشن مختصر میگیریم مگه نه؟ میگیریم دوستم. بهترین جشن رو میگیریم. بزن قدش. منم هیجان زدم. مشکل کارم هم که حل شد. دیگه هیچ مانعی نداریم. زندگی هر دومون داره رو به راه میشه. همه چی درست میشه. حالا میبینی. امیدوارم همینطور بشه. تو به خاله مسعود چیزی گفتی؟ نه هنوز. یعنی میخوام کم کم بهش بگم. آبجی ملدا چی میدونه؟ چیزی نپرسید. منم چیزی نگفتم. فکر نکنم حدس بزنه که فردا باشه. وقتی که همه چی رو به راه شد یه جشن مختصر میگیریم. کسایی هم که خبر ندارن اون موقع میفهمن. نظر چیه؟ نمیدونم. حالا بعداً با هم حرف میزنیم. راستش وقتی بچه بودم خیالات دیگه ای داشتم، ولی مهم نیست. میگم سعی کن که بخوابی باشه. فردا میبینمت. خیلی خوب باشه. ساعت 9 اونجاییم. دیر نکنی عزیزم. باشه؟ باشه. خداحافظ. با کی حرف میزدی؟ هیچکی. با یکی از دوستان.
مامان تو اتاقم یه قوطی نوشابه بود، تو ندیدیش؟ ساکت باش، بابات خوابیده دیگه. ول کن بابا، ما قوطی نوشابه کجاست؟ کجا باید باشه؟ انداختمش دور. چی؟ انداختیش دور؟ یعنی مامان چی کار کردی؟ اون برام ارزش معنوی داشت. آخ پسر اونجا نیست که. کجاست؟ جلوی در گذاشتمش، برو اونجا. کرم دست به آشغالا نزن، کثیفه دست نزن. بابا این که خالیه، پس آشغالاش کو؟ خب من چه میدونم، لابد آشغالی اومده برده. ای مامان آخه چی کار به قوطی نوشابه من داری؟ ادا؟ بله ماما. صبح به این زودی کجا میخوای بری؟ باید برم کمک سوال. دیشب به هم زنگ زد، مامانش نیست، جنسه جدیدشون رسیده، ازم کمک خواسته. خیلی خوب، منم شاید یه سری اونجا اومدم، باید برم بازار. باشه ماما. تاکسی. ادا؟ چیه؟ چه خبرته؟ بار دیگه ای بابا. هارون کجایی؟ ای بابا، آخه پسر چی کار داری میکنی تو؟ زیاد که دیر نکردم. نه درست به موقع رسیدی. بریم. بفرمایید. راستی ادا، باید به شاهدای اقدامو معرفیت کنم.
معرفی کنی؟ پس متین و سوال کجا؟ اونا کاری براشون پیش اومد. منم از کارمنده اینجا خواهش کردم. اونا هم خواهشم رو رد نکردن. دوستان ما آماده ایم. در ضمن معرفی میکنم آقای اردال و آقای عثمان. خوشبختم خانم. پس اگه موافقین میتونیم بریم ها؟ طبق درخواست کتبی که برای ازدواج با هم ارائه کرده بودین، مانعی برای ازدواجتون وجود نداره و حالا درخواست رسمی خودتون رو شفاهاً در حضور شهود تکرار کنید. شما خانم ادا با میل و اراده شخصی آقای تولگا در خوشی و ناخوشی، سلامتی و بیماری و تا آخر عمر ایشان را به همسری قبول میکنید؟ دخترم، شما تولگا رو به همسری قبول میکنید؟ ادا